الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. خداوند توبه پذیر است. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. مبادا سنگینی و یا کثرت گناه تو را از توبه و استغفار باز ندارد. بدان که آن اللهی که در حال معصیت تو را رسوا نکرد و گناه تو را پوشانید، اکنون که تو با دل شکسته و با توبه به سویش بازگشتی، بدان که او تو را می بخشد. چنانه که او تعالی می فرماید: به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای مؤمنان، همه به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار شوید. سوره نور آیه 31. و در جای دیگر می فرماید: از پروردگار خود آمرزش طلب کنید و سپس به سویش بازگردید. سوره هود آیه 3. و در جای دیگر می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، به درگاه خدا توبه کنید، توبه از روی اخلاص. باشد که پروردگارتان گناهانتان را محو کند و شما را به بهشت‌های داخل کند که در آنجا نهرها جاری است. سوره تحریم آیه 8. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: سوگند به خدا که من هر روز بیش از 70 بار از خدا آمرزش طلبیده و به درگاه او توبه می کنم. و در حدیث دیگر فرمودند: خداوند بزرگ توبه بنده را می پذیرد تا لحظه ای که روح به حلقومش نرسد. پس شنونده عزیز، از این آیت ها و حدیث ها بر ما معلوم گشت که پروردگار ما به نهایت توبه پذیر است و او منتظر توبه کنندگان است. پس با هم به درگاه الله باز بگردیم و از گناهانی کرده، چی صغیره باشند و یا کبیره، توبه کنیم. الان فرصت داریم. الان که حیات داریم فرصت داریم و بعد از مرگ این فرصت از دست ما می رود، چنانه که از دست بعض برادران ما رفت. پس این فرصت را غنیمت داشته به سوی او تعالی بازگردیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. أمي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع